امروز میخوام برم نمایشگاه موتورسیکلت تو فوار مرکزی از تاریخ 12 تا 15 مارس از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. با هم بریم ببینیم نمایشگاه چه خبره. درباره کشی باید یه تیکت تهیه کنی، هم آنلاین میتونی تهیه کنی هم حضوری، که برای افراد بزرگسال روز اول 330 لیره، از فردا قیمتش گرونتر میشه 400 خورده، و اینکه بچه ها میتونن شرکت کنن تا 6 سال فری هستش، از 6 سال به بالا 7 سال به بعد و مثل به 2 سالا تو تهیه کنن. اینجا تیکت تهیه کردیم، بارکد میزنیم و میریم نمایشگاه از تاریخ 12 تا 15 مارس از ساعت 10 تا 6 بعد از ظهر. صداها رو ببینید، بریم با هم دیگه داخل. نمایشگاه موتورسیکلت پر از شور و هیجانه. نگاه کنید. داخل این غرفه هم اومدم. این برند خیلی طرفدار داره. اسکوترهای برقی قیمت ها رو پرسیدم. این 27,000 لیره، یکی 21,000 تا 40,000 تا. قیمتش از 21 شروع میشه به بالا. حالا میریم الان داخلش. 3 تا رو از اسکوترها رو تازه باز کردم و قیمتاش نیومده بیرون. خیلی هم جذابه.